انتخاب فرح، انتخاب اون دیدار. میدونید دیدار کی صورت گرفت؟ در چه روزی؟ عید قدیر بود، 18 ذی‌حجه است. اخباری به گوش می رسید از انگشتری که آیت الله در تایید نظام شاهنشاهی به شاه ایران پیشکش کرده است. بعدها دکتر سید حسین نصر که از همراهان ملکه در این دیدار بود بر این خبر صحه گذاشت. گفتم که تاریخ داره، گفت بله. گفتم امضا داره، گفت بله. گفتم این زیرش نوشته محمد رضا پهلوی، گفت بله. گفتم خیلی عجیبه. گفت کجاش عجیبه؟ گفتم علالقاعده این نامه باید پیش آقای خویی باشه، چرا افتاده دستش؟ انقلاب ایران پیروز شد، اما کدورت از او در جریان ملاقات با فرح که روی قلب خیلی ها نشسته بود به این راحتی ها پاک نشد. کار به جایی رسید که توهین و فحاشی به او نقل محافل شده بود. در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند. قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شرعی هم به جا میاره، لکن اینطور است وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بده. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن این کار یک کار جنون آمیز بوده است. دیگر سفر شما به عراق و دیدارتون با آیت الله خویی بود. فکر این سفر مال کی بود؟ فکر میکنم الان فکر میکنم، البته میشه چک کرد، فکر میکنم فکر سید حسین نصر بود حتما که گفتش که اگه برین خوبه، ایشون خیلی احترام دارن توی آقایون و گفتیم چرا نبریم ببینیمش، چون آیت الله خویی خیلی احترام داشت که شاید اون بتونه یه کارایی بکنه. جالب بود شما یک چادر از این گیپور سیاه تنتون بود، والا حضرت خدا رحمتشون کنه زنده یاد علی رضا بود، فرنازم بود، تسبیح هم دستش بود علی رضا. بعد خب موقع که رفتم پیش آیت الله خوییشون خیلی ساده زندگی میکردن، بس بگم رو زمین توی اتاقی نشسته بودن. البته
یه مقدار از این آقایونی که دور برایشون بودن دیگه اونجوری که میگذشت را میرفتن دیگه فهمیدم چی کارن. بعد میگفتن تو ایران مردم از گرسنگی میمیرن. گفتم دیگه ببخشید از گرسنگی نمیمیرن در ایران. بعد گفتم بس بشینی جلوی آیت الله و تو صورتش نگاه نکنی. البته برای من مشکل بود، ببین اونجوری که من زندگی کردم بوده. خلاصه صحبت کردم، ایشون خیلی مهربون بود. اول پرسید که ترکی حرف میزنم، گفتم متاسفانه نه. بعد گفتش که خیلی با احترام و علاقه به حضرت که ایشون پشتیبانی مذهب شیعه هستن و مسلمانان و براشون دعا میکنم و یه انگشترم عقیق و نقره هدیه دادن که بدم به حضرت. اونجا من اتفاقا آقای صدام هم دیدم. بله.